یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میفرماید انسان درد میخواهد. بعضی انسان ها، بعضی دوستای خدا میخوان که خدا اونا را درد ده. به چه خاطر وقتی انسان دردمند شد خدا میگوید، الله میگوید، به اختیار دیگه به سوی الله فریاد میکنه. اما یک انسان دیگه درمان، شفا میخواهد، دردمندی خیلی ناراحت کرده است ویا. اما یک انسان دیگر چی میخواهد؟ وصال میخواهد، دیدار میخواهد، میخواهد که یک دوست شب ببینه. یک انسان دیگه فراق میخواهد، جداگی. یک انسانی که دوای معقول نیست، نامعقول است، بعدش میبینه میخواهد از او جدا باشه. اما در آخر حضرت چی گفتن؟ من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. از جمله اینها گفتن من اون چیزی را دوست میدارم که خداوند برای من یعنی دوست میداره، خداوند برای من قبول داره. ما تو را نافرمان برداری کردیم، از تو رو کردیم، گناه کردیم. فاغفر لی، پروردگارا منو مغفرت کن، گناه های منو ببخش. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، زیرا اینکه غیر از تو ای پروردگار هیچ یگان چیز و شخصیت نمیتواند گناهی منو ببخشد. برادری عزیز بزرگوار، تنها الله رب العالمین میتواند که گناهی من و شما را ببخشد. بخشنده گناه فقط الله است. و همین خاطر من و شما این سید الاستغفار حفظ کنیم. حتی در این اینترنت ها امروز بنویسه سید الاستغفار، یعنی که به تمام حرفا، چی به حرف فارسی به حرف کردی هم باشد هستن، اینو بگیره از یاد کنید. وقتی انسان این دعا را میکرده است خداوند تمام گناه های او را میبخشیده است. اگر این روز و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق کردیم انسان ها و جن ها را مگر برای عبادت. خداوند میگه زندگی مقصود بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. زندگی در اون نماز نباشه والله شرم. نمیدونم شما چی نوع با کدام دیده رو تو میگردید بین جامعه بین نمازها. این شرمندگی والله برای شما بنده های گریسپا هستی، فرزند و غلامی که از مولا صاحبش میگریزه. شما این چنین هستی. نماز عبادتی هست که در یگان حالت صورت از گردن من و شما ساقی نمیشه برادر. امر خدا امر میکنه که سجدم که صاحبت، مولات، آفریدگار، کردگار، ذاتی که در ملکش زندگی داری، از نعمتاش استفاده می، آخر نزدش میروی. همون ذات را امر داره که سجدم که تو سجدش نمیکنی. به اندازه یک خس قدر نداره در شریعت انسانی که نماز نمیخونه. گلی که بو ندارد به او چمن حیف است، سری که سجده ندارد به او کفن حیف است. برای انسان بینماز هم کفن حیف است. چمن جنت برای بینماز حیف است.